خب میریم سراغ ادامه متن. خب این شد اول قدم اول در الگوهای ثابت. پس نکته اولی که در رابطه الگوها گفتیم الگوهای ثابت بودن. دو مثال دیگه در رابطه الگوهای ثابت بزنیم. الگون 13 18 23 28 داره تغییر میکنه. ما جمله 75 این الگو رو میخوایم. خب اول فاصله رو مشخص کنیم. فاصله چنده؟ مشخصه 5. خب رابطه رو باید همیشه حفظ باشیم. رابطه چی میگفت؟ رابطه میگفت فاصله رو ضرب در شماره جمله کن. فاصله رو ضرب در شماره، اینو باید حفظ باشیم. فاصله رو ضرب در شماره جمله کن. اگه یه مقدار بهش اضافه کنیم یا ازش کم کنیم باید اون جمله رو برامون بسازه. فاصله ضرب در شماره جمله به علاوه منهای یه مقدار مساوی با جمله. خب ما میایم 1 میذاریم، 2 میذاریم، 3 میذاریم، از این جمله هایی که داریم استفاده میکنیم. فاصله که 5 ضرب در 1. چون شماره جمله رو 1 گذاشتم باید جمله اول رو بذارم بعد از مساوی، یعنی این مساوی با 13 بشه. 5 یکی 5 باید بهش اضافه شه، ازش کم بشه 13 به اضافه بشه. به اضافه چقدر؟ به علاوه 8. حالا رابطه الگو به دست اومد. رابطه شد چی؟ رابطه شد 5 ضرب در شماره جمله به علاوه 8. این شد الگو بود. جمله 75 رو میخواستیم. جمله 75 رو میخواستیم. میشه 5 ضرب در 75 به علاوه 8. میشه 375 383 به دست اومد. یه مثال دیگه الگومون هست 4 20 36 الی. خب این جمله چندم اول، جمله دوم، جمله سوم. فاصله چنده؟ آفرین 15. خب ما فرمول رو همیشه می‌نویسم برای اینکه حفظ بشید سریع. رابطه رو می‌نویسم. بگید فاصله ضرب در شماره جمله به علاوه منهای مقداری مساوی با جمله. جایگذاری می‌کنیم. فاصله 16 است. ضرب در شماره جمله رو چند بذاریم؟ شماره جمله رو هم 1 می‌ذاریم. به علاوه منهای مقداری باید بشه. جمله اول چنده؟ 4 با مساوی با 4 بشه. 16 یکی 16 تا 16 باید بهش اضافه شه، ازش کم بشه 4. باید منها بشه. منهای چقدر؟ منهای 12. خب این که به دست اومد حالا رابطه رو میتونیم بنویسیم. حالا رابطه رو میتونیم بنویسیم. خب رابطه الگو چی شد؟ شد 16 ضرب در شماره جمله منهای 12. حالا هر جمله از اون خواسته به دست، مثلا این جمله 100 رو به دست بیار. میشه 16 ضرب در 100 منهای 12. 1600 منهای 12. هزار و 588. خیلی خوب، این شد کلیت الگوی ثابت. این از الگوی ثابت. بعد از الگوی ثابت ما الگوهایی داریم معروف هم به مثلا الگو مربعی. الگوی خاصن دیگه که رابطه خاصه. الگو مثلثی، حالا بعضا شاید توی تستا یا توی سر کلاس معلم ها اشاره بهش کرده باشن و آشنا شده باشید باشه. خب الگوی بعدی الگوی مربعی. الگو مثلثی رو اول بگیم. الگوی مثلثی. خب الگوی مثلثی یه دونه جمله اول، جمله دوم 2 تا 1 یه مثلث ساخته شد. جمله بعدی، جمله سوم 3 2 1. این یه دونه بود، این 3 تا بود، این شد چند تا؟ 6 تا. جمله چهارم
این جمله اول بود، این جمله دوم بود، جمله سوم. جمله چهارم 4 3 2 1. این جمله چهارم شد چند تا؟ 10. جمله پنجم بگید 5 4 3 2 1. شد چند تا؟ 15. اول به علاوه 2 به علاوه 3 به علاوه 4 به علاوه 5. این خصلت الگو مثلثیه، یعنی هر جمله در الگوی مثلثی یعنی میزان تغییر هر مرحله یک واحد افزایش پیدا میکنه. خیلی خوب. این از قاعده الگوی ثابت پیروی نمیکنه. رابطه الگوی مثلثی خاصه. الگوی مثلثی میشه چی؟ میشه شماره جمله ضرب داره شماره جمله بعدی، یعنی شماره جمله به علاوه 1 تقسیم به 2. مثال جمله پنجمش رو خیلی دست بریم. 5 ضرب داره شماره جمله بعدیش 6. آفرین. تقسیم به 2 میشه 15. جمله پنجمش رو دست اومد. جمله چهارمش هم دست بریم. 4 ضرب داره شماره جمله بعدی 5. آفرین. تقسیم به 2 10. 4 5 تا 20 تقسیم به 2 10. جمله 20 رو خیلی دست بیاریم. 20 ضرب داره 21 تقسیم به 2. 2 و 20 ساده میشن، میشه 10. 10 تا 21 210. این شد الگوی مثلثی. خب میریم سراغ الگوی مربعی. خیلی خوب. الگوی مربعی هم مثل الگوی مثلثی رابطه خاص خودشو داره. الگوی مربعی شماره جمله اول 1 دومیش 2 تا 4 سومیش 3 تا 9 چهارمیش 4 تا 15 پنجمیش 5 تا 25 ششمیش 6 تا 36. بعد به همین طریق میره جلو. مشخصه رابطه الگوی مربعی میشه شماره جمله ضرب در خودش، مثل مساحت مربع. شماره جمله ضرب در خودش. جمله مثلا 30 مربعی چی میشه؟ بگید 30 ضرب در 30 مساوی با 900. این الگوها رو بشناسید بچه‌ها. یعنی ما بدونیم الگو مربعی، تا اسم الگوی مربعی رو شنیدی بدونی از 1 شروع میشه، جمله دومش 4، جمله سومش 9، جمله چهارمش 16، جمله پنجمش 25 و همینطور. یا الگو مثلثی با بدونی جمله اولش 1، جمله دومش 3 است، جمله چهارمش 6، همینطوری و بدونی تا اسمش رو شنیدی تشخیص بدی. خیلی خوب. میریم سراغ الگوی بعدی، الگوی مستطیلی. الگوی مستطیلی بچه‌ها دقت کنید، جدیده این خط عملتون. 1 2 تا 2 3 تا 3 4 تا 4 5 تا. یعنی چیکار کردیم؟ این شماره اوله، این جمله دومه، این جمله سومه، این جمله چهارمه. شماره جمله ضرب در شماره جمله بعدی شد، جمله قبلی رو دست. شماره جمله ضرب در شماره جمله بعدی شد، جمله رو دست. 2 ضرب 3. هم بعدش همینطور. 3 ضرب در 4 شد، 12 به دست اومد. درسته؟ بعدیش هم باید 4 ضرب در 5 بشه که شده این میشه این. بعدش هم باید 5 ضرب در 6 بشه که بشه این بشه 30. درسته؟ پس رابطه‌اش چی میشه؟ رابطه الگوی مستطیلی شماره جمله ضرب در شماره جمله بعدی، شماره جمله به علاوه 1.